رهبران تاجیکستان و چین روز 16 ایون در گفتگوی تلفنی شیوه‌های نوی همکاری در عهد کرونا و بعد آن را بررسی کردند. سی جین پین رئیس جمهوری چین گفته است پکین و دوشنبه باید هرچه زود تلاش‌های خود را برای مقابله با بیماری کووید 19 و رشد تجارتی دوجانبه هماهنگ کنند. خبرگزاری سینهوا از قول سی جین پین نوشت که مناسبت‌های چین و تاجیکستان به مرحله نوی تاریخی وارد شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نیز از صحبت تلفنی رهبران دو کشور گزارش داد ولی تفصیلات را آشکار نکرد. در خبرنامه رسمی گفته شده است دو طرف همکاری‌ها را در بخش‌های طب و داروسازی و تکنولوژی‌های نو نیز بررسی کردند. خبرگزاری سینهوا چین به نقل از سی جین پین میگوید دو کشور باید زودتر طرح همکاری‌ها را در دوره کرونا نو و بعد آن به خصوص در بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژی و کشاورزی بکشند. چین یکی از سرمایه‌گذاران و از قرض دهندگان اساسی به تاجیکستان به شمار رفته شرکت‌های چینی استخراج اکثر کان‌های طلای تاجیکستان را در دست دارند. سال گذشته وزیر کارهای خارجی آمریکا در صحبت با وزیران 5 کشور آسیای مرکزی گفته بود چین کشورهای منطقه را به گرفتن قرض‌های تشویق می‌کند که امکانی برگرداندن آن را ندارند و به احتمال زیاد به پکین در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی نفوذ بیشتر می‌دهند. رهبر چین در صحبت روز سه‌شنبه گفته است دوستان واقعی را در لحظه‌های مشکل می‌شناسند و از حمایت دولت و مردم تاجیکستان از تلاش‌های آن کشور به مقابل بیماری همه‌گیر ستایش کرده است. بیماری کرونا نو آخر سال گذشته در شهر ووهان چین کشف شد و تا این دم بیش از 8 میلیون کس را در جهان گرفتار کرده و باعث به مرگ بیش از 430,000 نفر شده است. مقامات چین را در پنهان کردن آمار واقعی گرفتاران و قربانیان کووید 19 عیبدار می‌کنند. اما رهبریت چین این عیب‌ها را بی اساس می‌داند. تاجیکستان تنها آخر ماه اپریل وجود بیماری را اعتراف کرد و تاکنون به اطلاع رسمی بیش از 5,000 نفر بیمار شده 50 کس فوتیدند.